السلام علیکم جناب عالی. سلام علیکم. پرزیدنت محترم امام رحمان، شما را من نومی همه یمی چی شما را خیلی مقدم به همی دروازی خشباد هوا را خوش اومده. من همیشه و خرسانی و خوام را بیرست که شما را پیش ببینم. سالای سال آرزو داشتم که شما را پیش ببینم، ندیم او سالی دعوت نومم دان من اموش خربم. ایامو قشلاق به ماشین نیافتم بیام ببینم. نصیب همین روز بوده است. انا نصیب من امروز بی که در همی زنگ بیم بیومم به پیشتم. همو بلنده نه؟ سازه خوب است. جناب عالی این مهنتاش مردم عکا سر کنم. این در همین مدتی 30 سال کم این ریا را بگیم، این بابادی ها را بگیم، در واقع ناشناختنی چی است؟ گفتی خودت وعدت جناب عالی وعدت دادی که دروازه تیلای بدخشان کنم، حقیقتا دروازه تیلای بدخشان بشکرم. سلامت باشید. سلامت باشید. احسن. جناب عالی حاضر کدوم ایامی تاجیکستان همه دوستت میدارن. در همینه همون پریزیدنت ها میبینیم فخر میکنیم. میگن بینشه ای همه خشرویتا، ای همه وزیتا، ای همه قد بلندتا، ای همه گابدوتا خشروی نغز فخر میکنیم که انا خیلی سروری خشرو داریم و نومی خودت موافقی. امام علی رحمان نومت موافقی خودت هرتی است. کدوم یک خدمت ها طرف بگیم 7 روز بگیم یک سخنی من کمه قلم عاجزی میکنه به همین کارهای شما. این کارهای شما زمینده 30 سال کرده یکان کس نکرده است. از سال 78 جنگ در افغانستان قرارش ندان. این خود در مدت چند جنگ قرار داد همه صلح وحدت دوستی. پاریم در شنبه رفتم دیمش گفتم که اینجا سختی پریزی های. بعد یک طالب ما یک ژورنالیست میپرسه که ای خالای کای میگم ای دراز میگه که در شنبه را خیلی میگم در شنبه میگه در پریز هم زخشیره چی است. این هزار رحمت ما دروازی ها امی خدمتات فقط امی را تگردونده نتونیم. حالا چات کنیم تار استاد میگیم که سلامت باشید. حسن. سلامت باشید. همه یمینا خدمت ها خطن از شریح رئیس کوچک یاشک شهر دشنوه امام علی رستم امام علی. انا من راستیش بگم ایم وقتش کتاب میخوندم دونا بیما دگونی کن باد فاطمه زورا هر مدونانه که دوره بیزبی را نه مکتب روی تونستم نه چی مهنتامو برای دو 5 خونده می چی نه این حالت هست خطت دیگه پیشوار میداد کوات حال میبین دگون کار کوات ابتم برام خونم. درست اما مطلع که گهواره تاگر دانش بجای من همیشیم. انا در همیش از 5 سالگیم حواسم کرد چیا خطتیم الهام اومد در فروغ سوب دانایش چیا کرستم. احسن آفرین. انا لاحیوی شب گذشتم او ولایتی و اوش خدا یک یادم کنم برای پیرچی هم ایزا میخونم و ایزا فراموش که یاد کرده آمد. 100 کتاب خوندم در یاشی من در کتاب خوندم دوام کتاب میخوندم باره کتاب خونید یه بار همه را خود تأثیر کردی همه کارا را چی تبگیم آخی گفته گفت سخن ندارم قلم عاجزی کنم و همین کارای شما. سلامت باشید. سلامت مردم قدی ثروت الهی خم نگردد دلی شادت به دوری غم نگردد الهی باشی و 100 ساله باشی که سایت ای سری ما کم نگردد. احسن. ولی نام خودت فاطمه یا که یا زهرا؟ من کلونیم گیا فاطمه من. ولی ولایتی ده اشتراک کردی؟ نه ولی به اکتبر ریمه.
حتما به جمهوری را برید بریم جو- سقه شرمندم نکنی بریم در همین پیریان خستم نه چی باشد خیلی دلم پره که بدون باره خیلی سوال یک که باز کمپیر یک فراموش نکنم نه برعکس برای جوان ها این چی عبرت می شود جوان ها عبرت می شود میگن گل به پیران خشه جوان ها خود چو گلن سلامت باشید امی کردکی امی کردکانو امی مادر خود چو تولش این گپ یاد گفتن اون میخته در زبان شو گیجمه بابی امام علیم یک نواسه 2.5 ساله دارم میگه ای به شعر بخونم میگم بخو امام علی رحمان سروری تاجیکستان 100 سال زنده باشی به بخت ما بچگان نمو کردکی 2.5 ساله رحمت انا منی در اخیر یک و 4 میستر خشومه 100 بار خشومه به همی دروازی خشبات هوا را میگم تیلاه دولت پاینده و پاینده تر باشد گلی باغی امید در شکفتن هر سحر باشد اگر از دولت کنی به هر جای روی دشمنان در زیر پا باشد رحمت خشومه میوه ما پیش ببینید من کیناس کرامیستم میام سلام کنم خطی اکی زسان من استم خطای پیش ببینم مالک بیا غیر خوالا ما جنباز کرد دیگر یکان کسی دیگر یکان چه گفتنی داره از نام همه مردمی درواز و بدخشان سخن کرد دیگه این در سخنهای من نمیشد بخدا این 1.5 ساعت برآمد کردگی من 5 دقیقه برآمد کردگی خاله فاطمه برابر شد زیادتر شما ولی من میدانم که بعضی بچه ها از دوشنبه اومدگی اینجا نفهمیدین نه بعضا به نهایت زبان شیوای شیرین تاجیکی خود سخن کردن با دقت گوش کرده باشید چقدر است به نهایت چقدر دوست نمیداره این مردم ها این ملت چگونه دوست نمیداره بله من نمیدونم دیگر این همی حاضر من تمامی وزمینی های دنیا از سرم دور شد با شنیدن من هم خیلی زبان سخنهای شیرین شد یک جان تشکر میگم کانالی ما در سامانه یوتیوب همنوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش